در ادامه روند اجرای پروژه های انکشافی، شاروالی غزنی این بار کار ساخت یک مسلخ معیاری را از بودجه داخلی این ریاست در ساحه گنج مربوط مرکز شهر غزنی آغاز کرده است. مسئولان هدف از آغاز این پروژه را بهبود خدمات شهری، تأمین سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست عنوان می کنند. دغه نوی مسلخ تقریبا د 40 متره او د 40 متره اوږدوالی ده او 40 متره سور ده چې دغه نوی مسلخ جوړیږي او دغه د حیواناتو لپاره د شپې د تیریدلو ځان ته یو خوندور زیان لري چې تقریبا هغه شل په وکي د یغو تقریبا هغه پراخوالی هغه سور ده. په یو وخت باندې به تقریبا دغه مسلخ کې د اویا پسونو غوایونو د حلالي ظرفیت دغه مسلخ لري. مسئولان تطبیق کننده این پروژه میگویند کار ساخت این مسلخ مطابق نقشه و معیارهای فنی پیش خواهد رفت و در مدت 9 ماه تکمیل خواهد شد. آنان همچنان اطمینان میدهند که کیفیت ساخت و رعایت استانداردهای لازم در تمام مراحل کاری مد نظر قرار خواهد داشت. نمو پورا کوشش کوو چې نوموړی پروژه د معیار مطابق د شرطپاڼې او قرارداد او د حجام په خپل وخت سره تطبیق کړو. در همین حال شماری از باشندگان شهر غزنی از آغاز کار این پروژه ابراز خرسندی کرده و آن را گام مؤثر در راستای بهبود وضعیت بهداشتی و عرضه خدمات بهتر شهری می‌دانند. ما انشالله شاید از این خواه باشیم که یک مسلخ خیلی خوبش پیشرفته معیاری جور شه. اگر معیاری نباشه او مسلخ از وقت ما داریم دیگه بی فایده است، بی تفاوت است. لکن انشالله امیدوار هستیم که شرکت والا خیلی توجه کنه که باید یک مسلخ خیلی خوبش باشه، مردم ما باید جور شه. گفتنی است پیش از این نیز در این محل یک مسلخ ساخته شده بود، اما به گفته باشندگان محل این مسلخ غیر معیاری بوده و ساکنان این محل را به مشکلات جدی صحی روبرو کرده بود. اما با ساخت این مسلخ جدید قرار است مشکلات باشندگان محل به گونه چشمگیری حل گردد.